تا حالا به این قضیه فکر کردین که چی میشد اگه استراکچر ماینکرافت رو میشد با هم ترکیب کرد؟ خب امروز من این کارو کردم و کلی وقت گذاشتم و اونا رو ترکیب کردم و قراره امروز تیم ماینکرافت رو اسپیدران کنیم. خب شروع میکنیم با زدن چوب. راستی من برای هر استراکچری که ساختم یه قطب نما و یه نقشه طراحی کردم که اسمشون همین هستش. دزرت استرانگهولد 2020 یعنی 2019 و اند ویلیج و چی روین پورتال که اسمشون اینا قراره امروز بریم همشون رو ببینیم. با زدن چوب شروع میکنیم. چوب بزنیم. خب الان ما ابزار اینا رو ساختیم، ابزار چوب اینا. خب اما میخوایم اند ویلیج پیدا کنیم. برگام چه زود پیدا کردیم. من شانس خودم یه چه گذاشته بودم بغل اینجا. خب الان ما باید درت بکنیم و اینا تا برسیم به بالا. خب بذارید اول کلنگمون رو برداریم. این از کلنگ. خب آقا ما بیلمون شکست کات کردم تا شما اذیت نشین. یه استک درت خوبه، بذارید یه استکش کنیم. الان باید بریم بالا. شمشیر، خوک، من غذا میخوام. بیا غذایت را بده. خب آقا بریم به سمت بالا. یه جامپ تمیز بنازم. خب باشه قطب نما اینجا رو نشون میده. اینجا مرکزشه. اینا نقششه. شمشیر برداریم. یا خدا شالکر صورتی، یا خدا یا خدا. بودو بارا بودو. این چه اتاقای من رد کرد. وای نزدیک بودش. الایترا آیتمای اوپی داره. پیککس اینا، تیرکمون، گادپل، این یاروهای ایکس پی، برگام چه از جان اندرچی هستم که نمیدونم چرا دارن. زره های ندرایتی، الایترا. خب آقا ما اینو بندازیم، الایتراشو برداریم. خب این یکی، اینم دوتا. این یارو دکمه اومد تو دستم. خب الایترا رو برداشتیم. بذار اسایلمون رو بذاریم اینجا. اینها رو قشنگ من مرتب کنم. خب آقا برای اینجا شما اذیت نشید من اینا رو مرتب کردم. طول نکشید. اینجا این چندین تیبل از طبقه پایینش. بریم طبقه پایین تر. اینجا هم پر بلاکه. آقا ما نمیخوایم بلاک. آخه همه پول ندرایتی هستیم. اینا به درد نمیخوره واقعا. خب یا خدا شالکر یا خدا. وای من الان چطوری برم بیرون؟ این افکت تا ابد قرار باشه. من چطوری برم؟ هرچی اینا رو بزنم باز میاد دیگه. افکتشم که پایان بگیره. خب ما همینطوری باید نزدیک باشیم. آقا من کات میکنم با اینا درگیر میشم. خب
آقا به زور رفتیم بیرون، به زور. اینجا گاد اپل بخوریم، گاد اپل مگه نمیمیریم. وای 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 هنوز ایناشون دنبال منه، چرا بیفت دیگه. این نصف جونمون رفت. خب الان این خونه رو بزنیم، کلی آرمار هست که ما نمیخوایم داریم. شالکر اینجا هست، شالکر چرا شالکر باک. خب بچه ما الان چه استانکشری رو پیدا کنیم؟ روین پورتال. نه این که روین پورتال نیست. آقا حالا بعدا پیداش میکنم. روبه ها آشغال بمیر، از روبه ها بدم میاد. تو سری سروایل هم مرغا میکشتن. با الایت را بپریم اینجا رو. ای فانتوم لعنتی. خب حالا شده شما به اون کدم دقت نکنه، اصلا چیت نیست. خب بذاره همون رو بپریم. خب آقا ما الان روی این پورتال میخوایم پیدا کنیم. این خب آقا این وری ما چرا داریم این وری میریم؟ خب الان باید به سمتش بدویم. آقا الان من اونجا چیه؟ اونجا بود؟ چی بوده؟ ما همش مجبوریم دیر تا اینا بکنیم. خب آقا ببخشید بچه موجان بود زنگ زد نهاد این چه بلایی سر استرکچر من آوردی؟ بهش گفتم قطع کن بابا، حوصله‌تو ندارم. موجان بچه خوبیه. خب الان این نقششه. با قایق بریم اونور. من می‌نویسم قایق نیاز میشه، بخاطر همه ساخته میشه. خب ماشین مشتی مندلی فری که رفتین رو یاد داده بود. اینجا چی کار میکنه؟ چه گولیه. آقا اون روین پورتاله، خب ولی اسمیشو اشتباه زده سازنده. حالا این میشه فورترسه، روین فورترس میگیم بهش. آقا دیگه از اینجا انویل چی میگه؟ بذار بکنیم انویل واقعا چرا باید اینجا وجود داشته باشه؟ خب آقا ما بذارید بریم داخلش دیگه، داخل ایران برویم. آقا برویم در ایران. 1 2 3. خب یا خدا لابا داره میریزه. این چه جای مسخره ای ما رو اسپان کردی آخه موجان؟ مهم نیست، ما الان باید دنبال فورترس و استرانگ هولد باشیم. چیز میم استرانگ هولد چی بود؟ بسشن برای طلا. خب طلا داشتش اون اتاقه، اون یارو وی اند
اند ویلیج داشتش تلمان، چرا نکنیم؟ هم باید بریم بسیم پاره بشیم با پیگلین گروت های حیوان. خب آقا بذارید ما با الایت را بگم. بچه لایک کنید، فایرورک میاد تو دست من. آقا لایک کنید دیگه. آقا لایک کنید، فایرورک میاد دست من. فعلا که کسی لایک نکرده، بذارید بریج بزن یکم به من بلاک بده. خب این از بلاک ها. آقا لایک کردیم بنازم، فایرورک دادیم به برگام فورترس. یا خدا یا خدا بیره اسکلتون بخور یا خدا. بچه اصلا خیلی خوش شانسیه. من هیچ وقت نمیبرم مایکرافت اینطوری اسپید ران کنم، همیشه میبرم میگشتم و اینا، ولی الان نه، خیلی ساده شده. حتی با زرای ندرایدی هم نتونستم یه بار اسپید ران کنم مایکرافت رو. این برای اولین بار خوش شانسی میارم. بابا بزنید همون دیگه، دعوا کن. آفرین. شیلم نداریم بدبختی. نه چی میگن؟ بمیر با تبرم میزنمت. گلدن اپل بدهید. نیگا برو اونور دیگه. نگاه های قد بلند و نگاه قدش 2 متره. نیگر آشغال. وای 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 وای. ما الان باید بریم. او بلیز، بریم رادشو بگیریم. بلیز اصلا اینجا نه، چه خوب. دعا کنید اسپانرش رو بتونیم پیدا کنیم بچه. راد داد؟ نه نداد. بذارید اینو بندازیم راد دادش بگیم. بلیز بده من بده. این داد، این 2 تا داد. دمش گرم آقا. اینجا اسپانر نیست. نه اینجا هم اسپانر نیست. یعنی چی؟ هیچ جا اسپانر نیست. آی نزن دیگه. بلیز ها رو بکشن. بده همینطوری باید بگردیم. من داریم دور خودمون میگردیم. اصلا تا الان هیچ اسپانری پیدا نکردیم. هیچ اسپانری. خب اونجا هیچ چیزه. چی داره؟ آشغال داره بچه ها. بذار میدیم اینجا میرسه با اتاقای دیگه استرانگ هول. خب بلیز اینجا، بذار بزنمش. وای نصف قلبم رفت. یک گود اپل بخوریم. اسکلتون ها رو نگاه. اصلا تو کل بازی ها هر استریمری هر کسی باشه میگه اسکلتون ها آشغالن. ببینید اصلا اینا رو خیلی مزخرف. اوی نزن دیگه. خب بچه من دور ادام میام. بالاخره بلیز پیدا کردم. راد دراپ کرد داره.
خب آقا من گشتم از پورترس اومدم بیرون بلیز کشم یادمه اینجا بسشنه بسین بذارید بریم توش یا خدا پیگلین گروه تا رو نگاه اصلا خیلی مزخرفن واقعا پیگلین گروه مزخرفه با شمشیر نیگرایتی به زور میمیره اصلا دمیجوشون هم آدم پاره میکنه نگاه کن تو رو خدا نگاه کن داخل چسته چیه اوه چیزای خوبیه خدایی اصلا پیککس دایموندی خوبه ولی خب اصلا خیلی طول میکشه اصلا بدبختی داره آدم میاد توش چی نداره بذار تیری کمونش هم این چند تیر بذار برداریم اینجا آتش خودش خالمون شمشیرش هم اوکی این چند تاش انویل رو نندازیم بکار میاد ببینید اینجا رو اصلا پیگلین گروه تا خیلی مزخرفن کاش من زره طلا میپوشیدم میمدم اینجا برو بالا برو خدا اینجا دیگه چیه من باید 2 ساعت اینو بکشم 2 تا چست باز کنم وای اصلا تیر میمیرن چرا اصلا بچه فشاره این ویدیو فقط دارن میزنن هی بمیر زیقی خب اینجا 2 تا بلاک گلده بذارید برشون دارم اینجا ها رو نگاه کن تو رو خدا اصلا هیچی نیست یعنی هیچی که نه یه عالم چیز داره آقا اینجا رو به الایترا میریم الایترا بریم به چه جایی فرو اومدیم الان بعد اینجا یه بریج بزنم برم سمت اینه خب بچه ببین اینجا شیلدو دیدین اومد تو دست من بخشید واقعا آخه نیاز میشه بخاطر خودتون میگم تا من ویدیو زیاد نشه اینو ببین سری میاد یعنی پیگلین روز آشغال طلا پرست حیوان بمیر اون که عوضیه طلا پرست به طلا نم من طلای خوشمزه مخوام طلاهای خوشمزه تان را به من بدهید طلا میخوام طلاهای تران را به من بدهید سوختش طلا بدهید من طلا بدهید من پیگلینم طلا این ماگما کیوبا نمیزن یه بلاک تلاش نگاه کن چه مزخرف بود بیزا من یه لحظه اینو بکنم حیوان بچه اصلا ازش بریم بیرون بریم یکم اندرمن بکشیم مثلا افند اینجا رو من کات کردم داشتم واسم چی مزخرف هنده ولی خب بچه یه سال من الان رفتم داخل بسشن خب کلی تله کردم تا چی بدم به پیگلین خب ولی الان نمیدونم چرا میخوام اندرمن بکشم آقا اندرمن میکشم مهم نیست اندرمن میکشم دیگه
نگاه کن آرمورامو پیکلینگ رو تا زدن قشنگ منو بدبخت کردن. 6 اندرپل بعد کشتن یه عالمه اندرمن، واقعا عجیبه. از آی آف اندر درست کنیم. بچه اینم بگم بخاطر اینکه بازی لگ داره، کیفیت پایینه، اینه که من با همین گوشی ادیت میزنم و همه کارا با این گوشی، صدا گذاری، همه چیز. بچه بخشید کات کردم و اندرمن دهن ما رو سرویس. آقا الان وایسید، شاید بگین خب تو الان مردی چرا تو ندر اسپان شدی؟ بچه من تو ندر اسپان نشدم، خودم اومدم وسایل رو برداشتم برای اینکه تایم ویدیو طولانی نشه، اومدم این کارو کردم. خیلی ساده. بذار آرمورامونو پوشیم. خب آرمورامونو پوشیدیم، وسایلامونو مرتب کردیم. الان فقط یه چیز میمونه، اونم کشتن این اندرمنای مزخرفه. آره که وقتشه بکشیمشون. اگه تا اینجای ویدیو اومدین حتما لایک کنین، دمتونم گرم. با بیل زدم. باشه ببینید اینجا چاره میمونه. من تا حد و مرزای مرگ رفتم. خب بخشید میکروفون افتاده از دستم. تا حد و مرزای مرگ رفتم. آره که آقا ولش یه گاده بل میکنم درست، یعنی نزدیک بود ببینم چرا هیچ کنون میدن اندرپیل دراپ نمی کنه. بده من اندرپیل تو، بده من اندرپیل تو، برو خونتون بچه. تو اندرپیل تو نمیخوای یعنی بده من شام خوش. خب الان اینا هم باید آیا فندر کنیم. 11 تا آیا فندر، اما باید رینگ پورتالمون رو پیدا کنیم که متاسفانه پیدا نمیشه. و من توی راه هم خوردم به یه فورترس بچه این قبلیه نیست، یکی دیگه است. آقا با تلاش های مکرر obsidian رو به وجود آورد. آقا نگید obsidian از کجا آوردی، از یه جا آوردیم، شاید از کریتیو آوردیم. تو دیزرت اسپان شدیم، دیزرت تمپل اونجا، بریم داخلش ببینیم شاید دایموندی پیدا کنیم. بچه اگه دایموند پیدا کردم داخل دیزرت تمپل قول بدید این ویدیو رو لایک کنید و چنل منم ساب کنید. اسپید رام به روش های برام. خب ببینید پرو پلیر ها از این گوشه میرن که من پرو پلیر نیستم ولی از این گوشه. چه تاریکه اینجا. یه دونه گلدن اپل اوکی آقا درش میداریم، نیاز میشه موقع کشتن داریم. این هم که آشغال بسازیم، چندش هم بر میداریم شاید نیاز بشه که نیاز نمیشه. خب با این بیبی سامی رو نگاه، آشغال بمیر بابا. آقا 2 ساعت دارم راه میام تازه رسیدم به این بایوم. ببینید دنبال رو این پورتالم یعنی دنبال روین پورتال نیستیم، ما الان دنبال دزرت استرنگهولیم همونطور که اول ویدیو گفتم. خب آخه کلی راه آمدیم تازه رسیدیم به اینجا. خب
دزرت استرنگ و رسیم به بایم جنگل. رسیم به این بایم مزخرف، یعنی از اون بایم مزخرف رسیم به بایم بازم مزخرف. رو نگاه رسیم به بایامی که اسمشو نمیشناسم. آره خلاص رسیدیم به اون بایامه که نمیدونم بچه توی این بایامه اگه ویلیجر باطلاقی پیدا کنم خیلی خوش شانسم. من ویلیجر باطلاقی 2-3 دفعه پیدا کردم. آقا پرواز کنیم. اینجا رو نشون میده دزرت استرانگهولد. بچه اینم بگم اینا مود نیستش. بچه نها کنید کلاه نیدرایتی ها زده پوکونده پیگمنت مثلا زیره هم پاکیده. اوه بچه رسیدیم. دزرت استرانگهولد اینه. شاید بگن خب چرا آیا فندر نزدی؟ آیا فندر وجود نداره اینجا قطب نما رو راهنمایی میکنه. آب داره؟ آره بپریم توش. بچه من اینا رو خودم ساختم. چرا این روی یک کنار قطب نما به این رسید؟ خب آی آب لاواش خاموش کرد. خب بذاری بلاک بذاریم اینجا رو ببندیم آب نیادش. خب آیا فندر ای شوزم هوا ای. خب بذار این اسپانه رو بکنیم. آی بیا تو لاوا دی. اینا تو لاوا نمیان دمیج میزن. باید خورد بازی. آقا مهم نیست داشتم میگفتم این آقا بنازم یه دونه اضافی اومدش. آیا خیلی خب حالا میبرین داخل پورتال. خیلی ساده. خب تیر کمون واسه برجا و دراگون. بچه این اسپید رو هم تو نسخه 1.21.9 انجام نه 1.21 1.21.10 فکر کنم 1.21.9 فکر کنم. خب داخل 1.21.9 ضبط میشه و نسخهش اینه کلا و بدراک ادیشن هم هستش. پس واقعا دراگون و ایناش خیلی سخت. وای واتر باکت باید دستمون باشه. دراگون یه دفعه پرتم میکنه بالا باید واتر کلاش کن. ببین همین الان هم پرت میکنه. از اینجا بریم بالا برجکاشو بداریم. دراگون بود توف کرده دراگون. آقا بعد از تلاش های مکرر به جایی رفتیم که دراگون نمیتونه برسه. بله یه برجک زدیم 2 برجک زدیم. خب اونم بزنیم زدیم. خب اونا هم مونده که اونا خیلی دوره نمیتونم بزنم. بچه دیدین؟ بایستی دیدین؟ دراگون اصلا چطوری اومد اینجا؟ آقا تنها راه واتر کلاش. بله آقا دوباره میگم شاید بگم خب تو چطوری تو اند اسپان شدی؟ نه من تو اند اسپان نشدم. برای اینکه تایم ویدیو کمتر بشه میام تو اند. بله
بچه یه استراکچر مونده که اسمش هم اول ویدیو خوندم 2019. خب که اونم میریم بررسی میکنیم با هم. آخر ویدیو گلدن اپل بوده، اینچنتد گلدن اپل برداریم و اینا. خب آقا این نفر رو نمیتونه دراگون برسه، عمرن اصلا برسه این ارتفاع رو. من مطمئنم اگرم برسه دیگه بچه بدراک ادیشنه. موجانگو میشناسید بچه؟ این دورم چیز که هم توف کردش برای ما درد سر نشه. بچه دمتون گرم که وای بازم ببین توف کرد. بچه دمتون گرم تا اینجا ویدیو اومدین. اگه حتما اومدین حتما لایک و ساب کنین. آقا اینجا نیاز بودش کریتیو بشه، اینجا نیاز بود کات بخوره. خب آقا ما الان باید یه پروژکت دیگه شو بزنیم که با الایت را میریم. بله با الایت را. خب اولین پروژکت که نمیتونیم بزنیم. توف تو این بازی، توف تو این بازی مزخرفه. ای باید بیای وسایلاتو برداری بسن، اعصاب آدم خورد میشه. بچه راستی اگه دوست داریم بازم از این سبک ویدیو بسازم حتما داخل کامنت ها بگیم. بذاریم همه بشیم میرس کلاهمون هم شکستش دیگه. وسایل رو مرتب سازی بکنیم. خب آقا دوباره رسیدیم اینجا. آقا البته نرسیدیم، ما کریتیو کردیم. شاید این کریتیو آخه چرا بچه واقعا اعصابم خوب شد. تایم ویدیو هم دیگه داره به پایان میرسه. خب دیگه بیشتر از این نمیتونم خستتون کنم. خب وقتا مجبور شدیم کریتیو کنیم. بله چون دراگون بدراک خیلی مهربونه. من باید این بیاد پایین پارش کنم. بازم توف میکنه. بمیر دیگه. من رو توفشم. وای گلدن اپل بخور. بچه توی این ویدیو حدود 3 یا 4 بار من مردم. توی این ویدیو حدود 3 یا 4 بار مردم. خب این ما باید بزنیمش که نمیدونم چرا نمیخوره. بابا توف نکن دیگه، توف نکن. مزخرف. ولی اند ویلیج خیلی کمکمون کردش بچه. اند ویلیج هم بود مطمئنا تا اینجا ویدیو نبودیم. هر وقت نشستش من کات میکنم، یعنی هر وقت رفتش بالا کات میکنم تا وقتی برید نشینه. نزن میرسه از به سرش بزن. این دوباره رفت. آقا من کات کردم دوباره اومد. یکی دیگه بچه ها کشتیمش. بنازم کشتیمش دراگونه. برای اولین بار بدون چیت کشتم. بدون چیت بچه ها شوخی هم بچه ها. این ویدیو جنبه سرگرمی داره. خب چیت و اینا براتون مهم نباشه. بعدا یه تورچ هم بگیریم از اینجا تا بتونیم تخمه دراگون رو برداریم. بلش گلد نه با ندرک. تورچ تو بده من از تخم دراگون
وقتشه که به دستش بیارم. خب تورچو دقیقا همینجا میذاریم و حالا اگه بکنید شما تخم دراگون رو دارید. برای اولین بار با یک سر اسپیدران ماینکرافت و دومین ویدیوی لانگ ما. خب آقا این استراکچر مونده بودش 2019. شاید خیلیاتون یادتون باشه سال 2019 یا 2013 یه خونه با دایمند امرالد کل اینا میساختیم. خیلی حس باحالی میداد. همیشه همینطوری تزیینش میکردیم. واقعا باحاله. یه ماشینه چی میگه؟ ماشین فری. این ماشین رو فری ساخته بودیم یه چی میگه. خب بچه ها تا اینجا داره به پایان میرسه و بعد از من خداحافظی کنم. ممنون که تا اینجا ویدیو بودین و اگه تا اینجا ویدیو بودین حتما این ویدیو لایک کنین و چنل من رو سابسکرایب کنین و فعلا تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.